بدرفتاری و کرداری بدی افراد الوهیده و جنایتپیشه همیشه باعث جبر و ظلم دیدنی آدمان گردیده. در نتیجه عملهای جنایتکارانه آنها به حیات و سلامتی و دارایی و مالکیت شهروندان ضرر و زیان جبران نشونده میرسد. رئیس‌الدین بارزه بر ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی در یک جایگی با مقامات‌های حفظ حقوق فدراسیون روسیه باز یک شهروند تاجیکستان که به آزار و اذیت شهروندان جمهوری مشغول گردیده و از این حساب زندگیش را پیش می‌برد بازداشت نمودند. این نفر شهروند جبروف شهریار سال تولدش 1999 ساکن شهر دوشنبه کوچه اسدالله غلامov میباشد که سال 2016 برای جنایت اوباشی صادر شده است. بازداشت گردیده در حدود ولایت مسکو فدراسیون روسیه نسبت هموطنان خویش برای تهدید و زورآوری در چند مرحله به جنایت تمجید دست زده است. نام برده برای تمجید از شهروندان احمد خوجا طاهرov، نازیمov فردوس، سیفالله فردوس، عثمانزاده نورالدین، برادران ظاهر و یوسف کریم-زاده ها برای فشار و لطوکوب از آنها پیوسته از 5000 تا 20000 روبل میستانده است. این مشتر بخل در این منطقه فدراسیون روسیه پشتیبانی شهروندان تاجیک بوده است، ولی هر نفری که از گپ او بیرون میرفته است او را با رفیقان جنایت پیشش لطوکوب نموده بیشتر مبلغ میستانده است. ما با بازار رفته با شهر ایسترا به پیش قیام در بازار کار میکرد. قیام ما قبیله با زورآوری ترسوندم، گفتم که هر موت ما دوله میتی. گفتم اگر نمیتی ما ترا مایب میکنم نیست میکنم کارچی. پس او مرا با 25000 هر ماه میداد. آبش سوی گرفتگی ما 150000 عدس قیام گرفتگی. اومد در پیش خونم گفت که تو ما در اینجا گشته سیم تو دولیا نمیتی. من گفتم دولیا چی بتم شما را؟ گفت ماهانه تو 50000 است. من گفتم مرا اویلک 70000 است. گفتم ما برای چی شما را دولیا بتیم؟ گفت که ما اینجا اسمتریه شیم، ما در اینجا هستیم، شما در اینجا کار میکنیم. من سوال دادم که شما خیلی وقت نبوده ما اینجا کار میکنیم تا اینجا که گفت اینجا اینجا را ما عبود کردیم دولیا میتیه. خیلی ما گپ زدیم، مشکل وای مرا اگراجت کرد، میپرانم میکشم، بگاج در بار میکنم، مشکل اومدیم 25000 شد. 25000 روبل ما در گواریس کردیم، گفتیم خیلی یک ماهانه راست زوری خیلی دولیا 25000 50000 زوری من نمیرسه. یک عدد کارت فینکا برآورده به من تهدیدهای زیاد کرد و دشنامه‌های قبیح هم کرد و من به او یک جواب رو دادم، من شما رو نمیشناسم، شما کی هستید؟ در همین حالت وای به من 3-4 مشت‌های سخت ضربه زد در سرم، در اعضای بدنم و من از ضربه‌های او به زمین افتیدم و او باشد دشنامه‌های زیاد و باز با شتش با لگد زد در روی من. در این حالت تقوی من به نظرم اومد و ما رو خلاص کرد و از او پرسیدیم چرا این کارو کردیم و او به ما چون این جواب داد که من در اینجا سمتریشی گرینی هستم، شما در تای دستی ما هستید. یعنی عین حال این نفری به جامعه خفناک در حبس پیشکی قرار دارد و نسبتش پرونده جنایتی آغاز کرده شده است. Bobo John Media.